سعادت محمدجانوی 41 ساله بیش از یک سال می شود که با 4 فرزند نابالغ و یک شوهر بیمارش در اینجا زندگی می کند. مکانی که گرم کردن آن در این سردی ها غیر امکان است. خود نیز به بیماری گرفتار بوده امکانیت کار کردن ندارد. سعادت می گوید از سوراخ‌های در و تریزه و تخخانه همیشه شمال وارد خانه اش می گردد. از بس که دیگر امکانیت نداریم مجبور در همین شرایط زندگی نماییم. علاوه می کند. شمال مگنده سخت می شود. گیر با گیر تا می خورد تا اترام گلیمومو را بلند می برداره. گلیمومو بالا می خیزه. شب که خو می رویم کودک دستش که ای کورپا بیرون کنه دستش یخ میکنه. گیره کده می خیزه که یخ کم گفته تو تای کورپاش میکنیم تو دستش گرم میکنیم. بسیار وقت شب می شود که علو میکنیم نیمی شب می خیزیم علو میکنیم. ای زمین بخد خونکی می درویه. ای بالا خونکی می درویه. خانه که هست تست گریپ می شوم. شوهرش به مردیکاری مشغول بوده سلامتی خوب ندارد. اگر که کار پیدا کند به خانه نان می آورد. حالا کار پیدا نمودن هم مشکل است و همسایه ها گاه گاه کمک می کنند. ابراز می دارد وی. این خانواده سالهای 90 عصر گذشته از شهر دوشنبه به گلستان کوچ بسته آمدند. تا سال 2015 هم در خانه خوشتامنش زندگی می کردند. پس از مشکلی اقتصادی خوشتامنش نیز خانه را فروخت و زندگیشان به مشکل روبرو گردید. حالا والدین خود و شوهرش نیز وفات کردند. دادر و خواهران من و شوهرم امروز شرایط وزنین دارند. به مقامات دخلدار مراجعه نمودیم. از بس که حجت عاید جای زیست نداریم کسی از مسئولین به ما کمک نمیکنند. میگوید سعادت. حکومت رفتم فقط پروپیسکا میگن. پروپیسکا میگن بعضی که پروپیسکا که موندی کاغذ کمیزاتی تا توقری میکنی همون حجت بعد ما یاردم میتیم. ما شرایطی ندارم که دکومنت تیار کنم. حاضر هر یک دکومنت هم پول میشوه. پروپیسکا در کجا میمونه که جای پروپیسکا مانی ندارم. یکم خیش تاور مادایی جا نیست که بگم времени هم باشه که بمانم که ما پاسپورت کنم ای قفای دکومنت شم. اونجا کار کردن میخواید شما؟ میخوام کار کنم میکم سلامتیم که ساز نیست کار کردن نمیتونم. میکردم وقتش دا که سلامتیم که ساز بود رنگ دیگه زنکو زمین میبرومدم کار میکردم. پیاز سبزی تا کار میکردم. حاضر که دولین سر زدگی چریبنوی دولین شدگیم با کمک هم فرزندم ما بیرون نبرو میدارم. طاقه گشته نمیتونم. سرم که تو میخوره یا دو بار طاقه برومدم غلطیده بودم برای همون کودکا که ایش عبید خون که هسته تو عبید تا این نگاه میکنه اپش بیایه با این مکتب میره با وی نگاه میکنه این طریقه دل مگشته. این خانواده در نزد قبرستان شهر گلستان زندگی نموده حیات وزنین را پس سر می کند. راههای ناآباد و مکان سرد و سرشمال آنها را نگران کرده روابط فرزندان را هم به مکتب دشوار کرده است. از این خاطر از شخصان خیرخواه و سخاوتمند کمک می‌پرسد که تا حد امکان یاری رسانند. زیرا که کودک 3 سالش نیز بیمار بوده به طبابت نیاز دارد اما برای معالجه مبلغ ندارد. همه ابوالچینی کرده بودمش کمک با پروس خیزوندمش 1 تا 5 سالگیش بعد لیچینی کنم حاضر شرایط ندارم. آل پریریفکاشم گرفتگی نیستم راستی گپ. برای تو ما لیچینی سرش نگیرم دکتر نیرپاتول تو اجازت ندی که پریریفکا گرفتنده هوای پریریفکا گرفتگی نیستم. کودک 3 سالش دسته آل لیچینش مونده میخه ای صاحب که پول نداریم شرایط موازبینه. خدا عمری همی کارگرای شفیرکار درست کنه با وایو کمتون یاردم دادستن. وقتی که دستالایشون اوقاتشون که میمونه هوای درست میکنن. کسانی که امکان کمک نمودن به این اویله را دارند می توانند که به کارت دوشنبه سیتی به رقم های 92 277 45 16 مبلغ گذرانند و یا با همین رقم تماس بگیرند. دستگیری نمودن همدیگر و یاری رسانیدن به یکدیگر از عملهای نیک و خیر و ثواب به شمار می رود. قین زندگی کنیم که صبر طاقت کردیم. شوهرتون چیکار میکنه؟ مردی کار بازارده. روزش دا 40 سوم 50 سوم کار میکنن. حاضر هوا خانه که هست کار نیست بسیار. میروم بسیار وقت تو آبیت گشته میبیاین کار نیافتم گفته. ایسایی که پای راستشون در آهنگ که دارم پاشون ورم میکنه درد که طاقت که نمیتونن گشته میبیاین. همه برادران اپا انتیجا دارم که یاردم تیم به فرزندای من. اجنه یک زمین بخرم برای من. 1 ساعتی کم باشه که بخرم 2 تا خانه هم بردارم که
сарушон айдари хонаи хичон дурун боша ки биган ки мо хона дорем. гузориши Афзал Босулев, Равшан Тоҳиров, Азия.